سرخط خبرها. ادامه واکنش های جهانی به انفجار شهر نو کابل. ایران، قطر، امارات متحده عربی و ترکیه نیز بر ضرورت مقابله با این رویدادها تاکید کردند. این حملاتی که صورت میگیره هدفشان این هست که وجهه امنیتی افغانستان را زیر سوال ببرد. تاکید وزیر امور داخله بر حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان از راه سیاسی. سراج الدین حقانی میگوید که امارت اسلامی خواهان امنیت و ثبات در پاکستان است. پاکستان د موږ اسلامي ګوندي ورور هیواد دی هغه د پورانو د امن غوړي. آغاز دهمین نشست وزیران سازمان همکاری های اقتصادی در پاکستان. این نشست به هدف تقویت همکاری های منطقه‌ای در زمینه کاهش خطرات آفات طبیعی برگزار شده است و همچنان وقایع آفات طبیعی در افغانستان کمک های بشردوستانه به شکل بنیادی در افغانستان صورت بگیرد. و ادامه واکنش ها به زورگویی ترامپ برای تصاحب گرینلند. رئیس جمهور فرانسه امریکا را متهم کرد که در تلاش تضعیف اروپا است.